این هفته خبر تو خبر داره براتون از تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک که سفر شیخ فری رو بر سرش خراب کردن و یک صدا بهش گفتن گم شو بیرون. تو این وضعیت تنها واکنشی که شیخ فری میتونه داشته باشه اینه. شیخ فری در حالی سفر اعتدالی التماسیش به نیویورک رو به پایان رسوند که تحریم ها همچنان ادامه داره و جرخوردگی برجام روز به روز بیشتر میشه. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد ایران روح برجام را نقض میکند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز 2 شرکت و 7 فرد ایرانی دیگر را به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه کرد. این هم وضعیت نظام بدون هسته زیر بار تحریم‌ها. تازه به همه اینها مخمسه گزارش آمانو رو هم اضافه کنید، همون که ترس از عملی شدنش خرچنگ ولایت رو اینطور به فشفش انداخته. آمانو دبیر کل آژانس گفته است در بازرسی تفاوتی بین سایت های نظامی و غیر نظامی نیست. مراکز نظامی اسرار یک ملت، ناموس یک ملت است. به یاری خداوند نه مسئولان نه مردم ما اجازه فضولی به اجانب در این عرصه نخواهند داد. این پارسای خوابیده رسواتر از این حرف هاست که کسی اون رو جدی بگیره. اینم روایت تصویریش. از دود و دمای آخوندی که بگذریم برسیم به حرف کارشناسای نظام درباره برجام یا به قول خودشون هچل. ببینید از یک طرف همونطوری که الان گفته شد ما چیزی به دست نیاوردیم، از طرف دیگه داریم بیشتر تحریم میشیم، از طرف دیگه نباید برجام رو نقض بکنیم. من میذارم هچل. یعنی ببینید خیلی بدیه. همون که من گفتم گوشه رینگ در واقع مثل این میمونه که یه مدلی درست شده انگار ما توی گوشه رینگ افتادیم و طرف مقابل امکان اینو داره که به ما ضربه بزنه، ولی ما امکان قانونی و مقرراتی در چارچوب برجام نداریم که طرف مهار کنیم. این شرایط کنونیه. آخوندا دنبال این بودن که با برجام از روی بام تحریما بپرن، اما یه چنین بلایی سرشون افتاد. اما سوختگی درجه 3 متعلق به خود مقام عظماست، کسی که با زانوهای خونی رفت پای مذاکره و حالا با مخ افتاده تو تله برجام. اگر چنانچه ما کوتاه بیاییم دشمن جلو میاد. شما ملاحظه کنید وقاحت سران نظام سلطه رو در همین قضیه مذاکرات هسته‌ای و قرارداد هسته‌ای موسوم به برجام هر روز یک شرارتی از خودشون نشان میدن. هر روز یک جلوه‌ای از شیطنت خود نشان میدن و اثبات میکنن. اینا با این دست و پا زدن ها از مخمسه برجام بیرون نمیان، یا باید قاطی کنن یا تا آخرش برن. حالا توجه شما رو به هنگ کردن سخنگوی وزارت خارجه شیخ فری در برابر یک سوال ساده جلب میکنیم.
با توجه به اینکه به هر حال مسئولیت مذاکرات سیاسی با وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف بود در طول مذاکرات هسته‌ای، میشه لطف کنید بگید که در چنین شرایطی آیا واقعا سیاست ما اینه که توافق برجام رو که یک توافق چند جانبه بود تبدیل بکنیم به یک توافق بین ایران و 5 کشور و مشکلی هم با خروج آمریکا از برجام نداشته باشیم؟ موضع جمهوری اسلامی به خصوص وزارت امور خارجه در این مورد میخوام بدونم. من خب ببینین، برجام یک توافق دو جانبه نیست. اینا تا فرق سر افتادن تو چاله برجام، بعد میخوان یه طوری وانمود کنن که انگار اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. تأثیر همه این مصیبت ها در درون نظام چیزی جز گرگ دعوا و بزن نیست. بوفالوی عمامه‌دار نظام هم طبق معمول میدون داره. بعضی از نخبگان سیاسی و متاسفانه بعضی از مسئولین حرفایی میزنن که دوره انقلاب گذشت. انقلاب فقط مال سال 57 بود، انقلاب فقط مال زمان امام بود. اینجوری دارن حرف میزنن. چهره زندگی اونها، روش معیشتی و معاشرتیشون از نظر تجملات، از نظر رفاه طلبی، اونم در بستر این نظام، در بستر این انقلاب، در کنار خون شهدا، در یه شکلی است که اصلاً به هیچ وجه با انقلاب هماهنگی ندارد. نه فکر انقلابی دارن، نه عمل انقلابی دارن. وحدت و اقتدار مهرای حکومتی اون هم در چنین وضعیتی رو فقط اینجوری میشه نشون داد. اینجا هم این پاسدار ولایت نشان تریپ کمدی استندآپ برداشته و میخواد خورده حسابهاش با شیخ فری رو با خوشمزه بازی تصفیه کنه. متهم کردن طرف مقابلشون و رقیبشون رو به اینکه اگه اینها بیان میخوان که پیاده روها رو دیوار بکشند و دو قسمتش بکنن. شما که اهل اینجور چیزها نیستید شما بفرمایید. وقتی اومدن اینا پیاده روها رو جمع کردن، اصلا کل صورت مسئله رو پاک کردن. بله، داستان همون داستان همیشگی دعوا سر لحاف ملا و سهم‌خواهی بیشتر از قدرت و ثروته. در بسیاری از جهان کشورهایی که انقلاب کردن، حکومت‌های انقلابی مردمی به قدرت رسیدن این کارو کردن، شروع کردن سیاست اقتصادی رو سریع عوض کردن. اگر ما نکردیم علتش نفوذه. علتش این بوده که دولت مرد ما، مسئول ما، وزیر ما، معاون وزیر ما، از شخص اسم نمیبرم کلی میگم، اینها تحت تاثیر اون تئوری‌های خارجی بودن، باور نداشتند که میشه اینا رو عوض کرد. متاسفانه. البته چون وضعیت قاراش میشه و آخرای عمر آخونداست، طبیعیه که تنهایی که به هم میزنن محکمتر از همیشه است. یادی کنیم از این روزه عظما که پایه‌گذار اقتصاد آفتابه‌ای در کشور بود. گفتش که میخواهید منبع آب اینجا رو ببینید؟ گفتیم بله. گفت ما رو برد مبالغ طولانی، شاید مثلا چند کیلومتر، حالا من درست یادم نیست خصوصیات رو. اونجا رفتیم دیدیم بله فقط یه لوله آفتابه چیز مختصر آبی داره میاد. این آدم همت کرده این آب رو حفظ کرده، هدایت کرده، آورده، از این آب استفاده بهینه کرده.
با این حساب میشه از این هم به عنوان یکی از الگوهای مؤثر در راستای خودکفایی استفاده کرد. و این هم پیشنهاد ساده یک هموطن برای نامگذاری جدید حکومت آخوندی. این پسوند اسلامی رو خواهشاً از روی جمهوری بردارین، اسمش بذارین که جمهوری حسام بیگ و مراد بیگ یا جمهوری علی بابا. چون حسام بیگ یادتون باشه تو فیلم روزی روزگاری کلاش سفید بود مثل عمامه شیخا و مراد بیگ کلاش سیاه بود مثل عمامه سیدا. خواهش میکنم برای آبرو اسلام زشته، اسم اسلام رو از پسوند ای جمهوری بردارین. اون قضیه ژن‌های خوب روز به روز داره بیخ پیدا میکنه و کار به جایی رسیده که مجریهای تیوی ریش هم اون رو دست گرفتن و سوژه‌اش کردن. از همه کسایی که 150 نفر رفتین، 150 نفری که رفتن ریاضی شریف خوندن امین محمدی ایرانه، فقط همشون رفتن دچار فرار مغزها شدن. اتفاقات رو من خدمتتون باید مفصل عرض کنم. بعد اینکه هیچکی هم هیچ کاری نمیکنه، رفقا و مسئولینم به دمپاییشونه، اینم جذابه. و مشکل مهمتر اینه که ژن خوبای واقعی میرن، یه سری ژن خوب نما اینجا میمونن، ما مجبوریم به عنوان ژن خوب تحملشون کنیم. ژن خوبای واقعی میرن و ژن خوب رفته. این شرایط این شکلیه. من احساسم اینه تا چند سال آینده این شرایط رو ادامه بدیم، اونجا میشه ایران، اینجا میشه خارج. اینجوریه. یعنی اگه کاری نکنین اینه، میمونیم هممون. توی این سریال هم یه دیالوگ گنجودن که اولش کسی نفهمیده چیه، بعد معلوم شد که کنایه به داستان استخری شدن اکبر کوسه است. این پود یادته؟ دادم بریزی تو داروی فرهمند. حالا همه چی گرد میشه. قراره بریزیم تو چایی خودت. بخور نوش جونت. بی درد میری جهنم مثل اون رفیقمون که بالای پله هست. ببخشید میشه کسی جلو من کشته نشه؟ چرا نمیشه؟ ارزنده. بخور برو تو استخر بمیر. چون قرار پلیسا خیال کنن موقع شنا سکته کردی. اگه سختته بدم این هیولا بریزه تو حلقت. تیوی ریش برنامه ورزشی درست کرده بود، بعد کارشناسش در نقش مأمور نهی از منکر وارد شد و درباره یه فوتبالیست خارجی اینطوری گفت: آدم‌هایی مثل ویدال آدم‌های مخربی هستند که اون شکل ظاهریشون باعث میشه که جوانان ما به بیراهه برن و من شخصاً اگر اختیاری در رده مدیریت سازمان صدا و سیما داشتم به هیچ وجه اجازه نمیدادم بازی‌هایی که ویدال در اون بازی میکنه پخش بشه. باز هم تیوی ریش و باز هم سوتی. این بار بلبل خمینی به طور همزمان توی 2 شهر پخش زنده داشت. اینم هنرنمایی صدا و سیمامون. حاج صادق آهنگران تو اختتامیه 15مین اجلاس بین‌المللی تجدید از پیرغلامان حسینی اصفهان زنده داره میخونه. بعد شبکه شما هم زنده از حرم حضرت امام رضا داره دعای کمیل پخش میکنه. ارتباط مستقیم حرم مطهر رضوی. این هنر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این هموطن کوچولو جلب می‌کنیم که صداش اصلاً به سن و سالش نمیخوره.